جنگی که از سال 1980 آغاز شد و تا سال 1988 ادامه یافت. 8 سال جنگی که هیچ پیروزی نداشت، اما جان نزدیک به 1 میلیون انسان را گرفت. روابط دو کشور که از پایان جنگ جهانی دوم زیر سایه جنگ سرد قرار گرفته بود، در طول این دوران هیچگاه مطلوب نبود. در سال 1968 حزب بعث در عراق با یک کودتای بدون خونریزی به قدرت رسید. محمد رضا شاه پهلوی شاه ایران با حمایت آمریکا قصد داشت کارون، مسیر آبی مهم برای صادرات نفت را که طبق توافق مرزی سال 1937 به عراق واگذار کرده بود بازپس گیرد. در همین راستا ایران برای نشان دادن قدرت خود ناوهای جنگیش را به این آبراه فرستاد. عراق نیز در واکنش به این اقدام تهدید به جنگ کرد، نیرو به مرز اعزام کرد و اعلام داشت که کانال را بر روی ایران بسته است. بحران زمانی اوج گرفت که در 24 آوریل 1969 ایران یک نفتکش را با اسکورت ناوهای جنگی وارد کارون کرد. با این حال ارتش عراق هیچ واکنشی نشان نداد، تا جایی که ایران اعلام کرد که معاهده 1937 را لغو کرده و کانال را اشغال خواهد کرد. همین مسئله باعث شد که دو ارتش بارها در مرز درگیر شوند. در این درگیری‌ها حدود 1000 سرباز از دو طرف کشته شدند.